کسی که نماز نمیخوانه در عمرش برکت نیست، کسی که نماز نمیخوانه در رزق و روزیش برکت نیست، کسی که نماز نمیخوانه آرامش نداره، کسی که نماز نمیخوانه شیطان بر او تسلط پیدا میکنه، کسی که نماز نمیخوانه محروم میشه از یاری دادن الله. الله ارده یاری نمیده، نصرت نمیده. کسی که نماز نمیخوانه از اجر و ثواب سایر اعمال محروم میشه. کسی که نماز نمیخوانه دعایش قبول نمیشه. کسی که نماز نمیخوانه از همصحبتی و مجالست با اولیای الهی محروم میشه. کسی که نماز نمیخوانه لحظه مردن گرسنه میمیره. کسی که نماز نمیخوانه حسن خاتمه نصیبش نمیشه، در حالت سو و در حالت ذلت و خواری از دنیا میره. کسی که نماز نمیخوانه تشنه از دنیا میره، ولو که دریاهایی که در دنیا هست بنوشه بازم از دنیا تشنه میره. کسی که نماز نمیخوانه قبر برایش تنگ میشه. کسی که نماز نمیخوانه در قبر الله آتش بر او مسلط میکنه که او را از بین میبره و میسوزانه. کسی که نماز نمیخوانه جهنم جایش هست. کسی که نماز نمیخوانه غضب الله بالایش هست. کسی که نماز نمیخوانه اهل بهشت صدا میکنن ما سلککم فی سقر، چی شده که شما در جهنم میسوزید؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما از جمله نمازگزاران نبودیم.